داداش من امیرعلی دوستم اومدم با یه ویدیو دیگه و یه ویدیو دیگه از فولگردونه اسکیم میتیک جدید. آقا این ویدیو رو فکر کنم 10,000 خورده سی پی بود دیگه. گفتیم یه فولگردونه بزن. اسکیم میتیک چی بود این؟ اسنایپ خفن، همه چی خفن. یه ماه پیش فکر کنم گرفتم یا کمتر دیگه، ولی الان برای شما دارم ویدیوشو. 2 ماه پیش ویدیو رو گرفتم ولی الان دارم دیگه تصویر خودم میارم و اینا. آقا ما گفتیم اسکین میتیک خفنی، یه ذره نگاه کاراکترش کنین. اسکین میتیک عشق میکنی، یعنی واقعا عشق میکنی. آقا دیگه چی بگم، همین اومدیم این اسکین میتیک رو بزنیم. خب اول نگاه کنین چه اسکین میتیک خفنی، یه روح تو بدنش داره. قاتل میگن همه اسکین میتیکای دیگه، واقعا قشنگ و خوشگل، نایف قشنگی داره. بریم یه ذره آیتمای چیز ببینیم. اسکین میتیکو یارو خود اول 20 تا سی پی بزنیم ببینیم چی میشه. هیچ. چاپرش داد بازم خوب. حالا کم بیشتر یه دقیقه صبر کنن. خب حالا یه 50 هم بزنیم چی میشه. بازم چنان چیز خاصی به من نمیده. من اونقدر اکانتم شانس خوبی نداره. خب بعد آقا رفتیم یه 90 تا دیگه زدیم. من به فکر 80 تا بودم ولی 90 تا زدم، باور نمیشه. نایفشو داد. آقا من گفتم نایفو داد دیگه، خداحافظ کنیم. یادم اومد گفتم گردونه بزنم. آقا نایفشو گذاشتم که بعد دارم یه دست باش پیدایی بدم. یه 180 تا زدم، خیلی بود ولی دیگه باید فول میکردم. همین قبول دارین کالین کارت به درد نمیخوری، خدایی به درد نمیخوری. کالین کارت معلوم یه روز کی سخت. آقا اگه میگین کالین کارت به درد نخوره چیز کنین، به درد نخوره لایک و بیکن فالو یادتون نره. اومدم یه 4 تا 40 تا زدم، گفتم این اسکینو داد. شانس داشتم دنس، ولی واقعا دنسش خوشید. ایشونو نگاه کن چی، همینجوری بریم یکم بیشترم میزنیم. 680 تا. این صحنه رو که دیدم ناامید شدم از زندگی. اوه خیلی بده. الان فقط 3 تا میده، اسکین گان و نینجا. 100 نینجا میده. من شانس ندارم، اینجاش هم خوشگله ولی نه الان نینجا داد. جی گانو داد. واو گانو داد. وای شانس دارم از این ولی یکی بعدی نینجا واقعا. گان چیزه، گان خیلی خوشگلی واقعا. بعد روش اتچمنت بشینم با هم بریم مولتی رو رنده کن. اینو دیگه نینجای، این 100 نینجای. نینجا باش نینجا. من خودم تا این کارم من میدونم نینجا. خب دیگه یک آخری که دیگه واقعا اسکین دیگه هیچ کارش نمیشه کرد دیگه. بعد از اسکین بریم اسکین رو فول کنیم، فول. ولی اسکین خدایی اسکین خوشگلیه. من با اسکین حال کردم و واقعا اسکین بسیار بسیار خوشگلیه. سیسپک داره عجیبه، سیسپک داره. نگاه اینجا کنین، سب کنین چون این ویدیو رو قبلا گرفتم الان میومد. آقا نگاه کنین رفت. این ویدیو رو نزدیکای چند هفته پیش و یه ماه پیش گرفتم و دیگه الان دارم به شما ویدیو خودم یعنی تصویر خودم میذارم و دیگه اشغال صفحه سیتی. خب دیگه آقا بریم ادامه. اخبار و اینا میاد، ببخشید.
بیام ارتقاشو بزنیم. همه اول ارتقای یکی بریم جلو. اینجا مونده بودم چی کار کنم. حاجی بوکسو ببین، باکس نیست حاجی، کله یارو میاد و میره. قدرتش چیه؟ تو هوا نگاه چه خوشگله. این سرعتش بکنم بیشتر. اوه رو هوا شمشیر میزنه، شمشیر بازیمون. ببخشید دوباره اومد دستم خورد. آخه این ویدیو قبلا گرفتم دیگه. فکر نکنید تو دیگه گرفتم میگه مد خیلی وقت پیش گرفتم، شاید الان قبل از آپدیت گرفتم، شاید الان رفته باشی. اینجا رفتم تو تنظیمات که خوشگل کنم این کار ماراش انجام بدم دیگه حالا اینجاشو ول کنی. اینجا رو خیلی دقت نکنی. یزم سرما خوردم اون موقع، خوب بودم الان سرما خوردم. اینجا یه ذره داشتم تنظیماتشو درست میکردم. نگاه کنی چه خوشگل. خب بیایم ادامه آپگرید. من موندم اینجا. اون موقع میخواستم چی کار کنم یادم خواستم ببینم اینا چقدر میشن. آره میخواستم اینا خوشگلی یا نه. بعد یه دفعه اومدم گفتم یه باگی بزنم، دید بیشتر داد. اینجا رو به فکر باگ بودم. کمره خب یه باگ بود، فکر کردم باگ جواب میدید. اونقدر ما 80 تا رو من 80 تا 50 تا رو میخواستم بدید باگ اونقدر جواب. گفتم یه بار دیگه بزنم. بعد یادی اینا چیه خدا، اینا شیری میفرسته. این شیری تو باید کلم بچوخ بدم. آقا گفتیم یه بار دیگه بیش خودت خدا بزنم خوشگل و مشکل دیگه. خب اینجا داشتم آپگریدا رو کامل میکردم. آقا دیگه نیا کنیم، از اینجای ویدیو من دارم همه رو آپگرید میکنم و دیگه با فالوم یادتون نره. میگین اینو خودم نگرفتم، اینو چند وقت پیش گرفتم و از اینجای ویدیو رو یک آهنگی چیزی میذارم، بشینین نگاه کنین، عشق کنین دیگه. اینم اینجا رو به من یه 50 تا داد، خوشحال شدم، واقعا خوشحال شدم. بعد تا ویدیوی دیگه بدرود. آقا من نگاه چیز هست، این هست ولی من میرم، این همینجوری هست ولی من تصویرمو میبرم. عشقای من این تا ویدیوی دیگه بدرود.